همه چیز از بازی صنعت آبادان شروع شد. بازی پلی آف شاید خیلی وقتا همون با پیروزی شروع میکنن، ولی ما با یه شکست کار وارش اسپورت رو شروع کردیم. اواخر دهه 80 بود که فضای مجازی و وبلاگ‌های هواداری توی فوتبال ایران گسترش پیدا می‌کرد. فوتبال رشت و باشگاه داماش هم استثنا نبودن از این قضیه. در حول محور باشگاه داماش فعالیت داشتن. من و مرداد جداگانه از هم دیگه فعالیت می‌کردیم. پلی آف آبادان در مسیر برگشت یادمه که با مرداد صحبتی که داشتیم تصمیم گرفتیم این فعالیت‌های از هم گسیخته رو در یک سایت واحد تجمیع کنیم با کمک دوستان، با همراهی دیگر دوستان که در اول راه همراه ما بودن. سایت وارش اسپورت کارش شروع کرد. خب با توجه به اینکه هنر عکاسی یکی از علایق زندگی من بود، کم کم به این حرفه ورود کردم. حتی ما امکاناتی خیلی کمی داشتیم، یه دوربین کامپکت کوچیک داشتم من و یه جورایی 3 ثانیه حتی 2 ثانیه 3 ثانیه طول می‌کشید تا این عکس کار ثبت رو انجام بده. فکر کنید تو کار عکاسی 100 ثانیه خیلی مهمه. من با اون دوربین کوچیک خوشحالم از این بابت که یه سری عکس‌های خاطر انگیز رو ثبت کردم. سال 89 سال خیلی خوبی بود. به نظر من اون سال داماش پاشو گذاشته بود رو گاز واسه اوج گرفتن. فکر کنم جز معدود سالایی بود که ما از اول تا آخر فصل یه روند رو طی کردیم، اونم روند موفقیت آمیز و صعود به لیگ برتر. با پایان اولین سال فعالیت وارش اسپورت موفق شدیم به عنوان رسانه هواداری داماش بین سایت‌های هواداری و رسمی باشگاه ایران به عنوان پربازی‌ترین سایت هواداری انتخاب بشیم و در بین سایت‌های ورزشی شمال هم به عنوان پربازی‌ترین سایت هواداری انتخاب شدیم. در این سالها ترافیک سایت به قدری بالا رفته بود که ما مجبور شدیم سایت رو از یک هاست اشتراکی به یک سرور نیمه اختصاصی ارتقا بدیم. خیلی از سایت‌های معتبر خبری مثل سایت گل و خیلی سایت‌های کشوری از سایت وارش اسپورت مطالب اصلی تیم داماش رو دنبال می‌کردن. با حضور داماش در لیگ برتر و اون اتفاقات تلخ مالکیتی که برای مالک اسبق باشگاه رخ داد، داماشی‌ها با مشکلات عدیده مالی و مالکیتی مواجه شدن، ولی خب به دلیل تیم خوبی که در اون فصل بسته شده بود تا کسب سهمیه آسیا فاصله چندانی نداشت. اون سال بازیکن‌های بزرگی مثل آقا مهدی مهدوی‌کیا، محمد آقای غلامی، محمد محمدی، میلاد زنیدپور، سیامک سلک کاپیتان تیم نفت آبادان، فولاد خوزستان بود، عباس آقایی و خیلی‌ها که شاید الان اسمشون تو ذهنم نباشه، ولی خب میگم بازیکن‌های بزرگی اومده بودن به فوتبال رشت. خیلی از هواداری تیم‌های دیگه کشور هم میومدن سایت وارش اسپورت. من یادم هستش تو یکی دو تا بازی شاید بگم 300 400 تا ایمیل و کامنت عجیب و غریب از تیم‌های دیگه داشتیم که این اصلا باعث شده بود که سایت سنگین بشه و اصطلاحاً بالا نیاد. در پایان فصل 91 92 مشکلات مالی داماش یه اوجی گرفت، ولی ما شاهد یه اتفاق خیلی خوبی بودیم. داماش دست به کار خیلی بزرگی زد و تونست قهرمان اون فصل رقابت‌های لیگ برتر رو دبل کنه. توی دروازه ابراهیمی گل دوم رو هم برای تیم داماش میزنه. استقلالی‌ها که می‌خواستن جشن قهرمانی در حضور این همه هوادار با پیروزی پشت سر بگذارن و بازی آخر رو با برد تموم بکنن، حالا 2-1 عقب میافتن. در ادامه به دلیل محبوبیتی که وارش اسپورت در بین آحاد مردم رشت و استان گیلان پیدا کرده بود، خودمون وظیفه دونستیم که یک مقدار فعالیتامون رو گسترش بدیم. سال 92 سومین سالروز تأسیس وارش اسپورت بود. ما برای اولین بار یک همایش جمعی با حضور هواداران مسئولین برگزار کردیم. با ظهور شبکه‌های اجتماعی گفتگو در فروم‌های اینترنتی کم شد و ما مجبور شدیم فروم رو تعطیل کنیم و گفتگوها رو توی شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و اینستاگرام دنبال کنیم. من یادم میاد تو سال 92 سایت وارش اسپورت اولین سایت به جرئت میتونم بگم توی کشور بود که تصمیم گرفت که بیاد آنالیز و دیتا از تیم داماش و حریفاش رو در داخل سکشن های مختلف خودش قرار بده. البته خب هم انتقاداتی هم بود اون موقع از سیستم باشگاه که میگفتن آقا اطلاعات تیم از این طریق به دست حریف ها میرسه، در صورتی که امروز توی بسیاری از باشگاه‌های خارجی شما میتونید ببینید که این کار رو دارن انجام میدن. پایان فصل 92-93 یکی از غم‌انگیزترین
فصل‌های فوتبالی فوتبال رشت بود و داماش در برابر مثل کرمان سقوط کرد. با اینکه در اون فصل وارش اسپورت سال به سال داشت با تجربه تر عمل میکرد و حتی در بخش‌های آنالیز هم داشتیم اقدامات خوبی صورت میدادیم، اما به دلیل حواشی خودساخته برخی از عوامل باشگاه داماش و همچنین یک سری اشتباهاتی هم که از روی کم تجربگی هوادارا رخ داده بود، داماش در اون فصل مسیر سقوط رو طی کرد. به نظر من یکی از تلخ‌ترین خاطراتی که من تو فوتبال داماش داشتم سقوط ما تو اون سال بود با اون تیمی که میتونستیم واسه بالای جدول بجنگیم، ولی متاسفانه به دلیل مشکلاتی که واسه هم به وجود اومد به لیگ یک سقوط کرد. ورود من به عکاسی ورزشی و همکاری با وارش اسپورت برمیگرده به سقوط داماش به دسته یک. به خاطر اینکه من یه پیش زمینه عکاسی هم داشتم، با دوستی که با مرزاد و مازیار داشتم اومدم وارد وارش اسپورت شدیم و شروع کردیم به عکاسی ورزشی و واسه تیم محبوبم کار کردم. یه دغدغه جذاب و باحالی هم که داریم اینی که کل استادیوم ما رو صدا میکنن. حالا به شوخی و رفیقای ما ازشون عکس میگیریم، یکم برای ما سخته چون صدا نمیشنویم، ما رو صدا میکنن، ممکنه که از ما دلگیرم بشن بعضی موقات. حتی یه نماینده مجلس هم در همون زمان بحث ادغام دو تیم پرطرفدار فوتبال رشت رو کرده بود، اما من فکر کنم با اینکه نامه رو اون زمان من ندیدم، اما انتشار نامه توسط یک سایت هواداری مردم رو آگاه کرده بود که به هر حال توطئه‌ای وجود داره که میخوان فوتبال رشت رو از بنیان نابود کنن. در جلسات خصوصی و محافل شخصی برخی از مسئولین و مدیران ورزشی رشت به گوش میرسید این بود که یا این تیم ها رو با هم ادغام کنن یا اینکه امتیاز لیگ یکی داماش رو به سپیرود واگذار کنن. سایت وارش اسپورت که از این شایعه‌ای که داشت به واقعیت حتی تبدیل میشد وقتی باخبر شد، سکوت رو نشانه خیانت به تیم داماش و فوتبال رشت قلمداد کرد و با علنی کردن این نامه‌نگاری‌های محرمانه مردم رشت و هوادارهای داماش رو سعی کردیم آگاه کنیم. من سال 94 و 95 بنا به دلایلی که اصلا فنی نبود مجبور شدم از تیم داماش جدا شم. واقعا شرایط برای کار کردن در تیم و مسائلی که کنار تیم قرار داشت خیلی سخت بود. من همون زمان یادمه به مدیریت تیم تماس گرفتم و گفتم من شرایط رو بسیار بد و میبینم و حتی انتظار سقوط تیم از لیگ دسته یک لیگ دسته دو رو میبینم. از شما میخوام کاری بکنید، اما خب هیچ کاری صورت نگرفت. خب منم مثل خیلی دیگه از هوادارا ناراحت بودم و از اینکه تیممو توی سطحی از فوتبال ببینم که از زمان پیدایشش تو اون سطح نبوده و این ناراحتی قابل وصف نیست و اینکه چون چند سالم بود که از همه جا طرد شده بودیم، هیچ حمایتی نمی شدیم و اینکه آخرات تیم چی میخواد بشه. قدم تنها گروهی که همیشه در کنار این تیم بوده کادر هواداری بوده. اینها تجربه خوبی کسب کردن. اگر تجربه‌ای که الان هواداران داماش دارن سال 93 94 داشتن، شاید خیلی شرایط فرق میکرد. اتمام فصل 94-95 برای داماش مصادف بود با سقوط جو ناامیدی تو سطح شهر اتفاق افتاده بود. داماشی که توی لیگ برتر بود حالا به پایین‌ترین سطحی سقوط کرد که هیچ کس فکرشو نمی‌کرد. توی طول تاریخ هیچ وقت این اتفاق نیفتاده بود. 5 سال پیش بود تقریباً خرداد ماه سال 1395 این دوستان وارش اسپورت آمدن، به هر حال حالا نمیخوام بگم، حالا به مزاح عرض بکنم، ما رو گول زدن و باعث این شدن که ما تصمیم بگیریم دنبال اسپانسر باشیم، دنبال یک کسی باشیم بیاد. خب آقایی رو هم که آوردیم بعد از یک ماه و نیم گذاشت رفت. ما بچه هم اینجا بودیم نمیتونستیم رها بکنیم. به رشت جبل مقل بیمامان بسیم به خاطر جوانهای شهر ما، به خاطر غرور گیلان
به خاطر افتخاری که در گیلان و رشت وجود داشتی بیسه این پای کار و خدا رو شکر تا جایی که توان داشتیم تلاش بکنیم و انشالله که خداوند راضی بوده از تلاش های ما. دیگه آقای حاجی پور قبول مسئولیت کرد به خاطر علاقه‌ای که به شهر رشت داشت و ارقی که به جوانان داشت، با دوندگی کرد به هر سرمایه‌گذار خارجی که پیدا کرد. یه روز که با هم یه جای مهمان بودیم از من نمیتونم بگم خواست، دستور داد که من میخوام این کارو بکنم، آیا حاضری با ما همکاری بکنی؟ من گفتم هر چی تو بگی من باهات هستم. یه سابقه‌ای که به هر حال تو این باشگاه داشتن قبول کردم که باهاشون همکاری بکنم. در ادامه فعالیت وارش اسپورت سعی کردیم با افزودن تیم جدیدی از جوانای همین شهر در حوزه عکاسی، در حوزه مد، در حوزه گرافیک و تدوین ویدیو از پتانسیل جوانای این شهر، جوانای علاقه‌مند این شهر که بدون هیچ چشم داشتی حاضر به همکاری با رسانه هواداری داماش بودن همکاری داشته باشیم. صدا و سیما کلا بازی داماش پوشش نمیداد و من یه بازی بود یادم، بازی پاس بود که داماش 1-0 برد. اون بازی من روی سکو بودم و با دوربین گوشی فیلم صحنه گل محمد طالبی رو گرفتم که بعد از طریق سایت وارش اسپورت پخشش کردیم و خیلی مورد توجه و استقبال هوادارا قرار گرفت و همونجا باعث شد که بازی‌های بعدی داماش من فیلمبرداری کنم از گل‌های داماش. عکاسای قدیم که دوستای عزیزم همچون علی خیرخواه و پوریا بالازاده عزیز هستن که جای استاد من هستن. در کنار این عزیزان خیلی چیزای خوبی یاد گرفتن در زمینه عکاسی و خیلی خوشحالم که عکسام توی سایت وارش اسپورت منتشر میشه و مورد رضایت عموم هواداران هستش. خب اوایل سال 95 که من لیگ 2 میان تازه دوباره شروع بکنیم بازیانه یه سری کارهایی توی رادیو داماش انجام دهیم و یه سری گزارش‌هایی انجام دهیم. بعد اماییم از صداهای گزارشان روی تصاویری که زکن وارش اسپورت میان یا خود من گفتیم در واقع میکس بودیم و خب این از اون ویدیو هم که خیلی معروف هسته، شاید در سطح کل کشورم پخش هسته و در واقع به گفتن ترند اول به وسط و وایرال به وسط. اون ویدیوهای معروف حامد بزن حامد بود که من خیلی حرف خونه پوش نه و این از منابعی که باعث به وسط و ویدیو وایرال ببه قطعاً وارش اسپورت بود. از خاطرات جالبی که من داریم وارش اسپورت همراهن که دوستان عزیز ما مرداد و مازیار همیشه دقیقه 92 اشاره یاد دکفتی که باید برای جشن وارش اسپورت، برای جشن تولد وارش اسپورت 3-4 تا کلیپی همان آماده بکنیم و متاسفانه یا خوشبختانه تمام مسئولیتش به گردن بنده بود. سال 88 و 90 و 91 اینا آنچنان اینترنت و گوشی‌های پیشرفته و خلاصه بازی آنچنان وجود نداشت و اون موقع من حتی یادم حالا دوران مدارس ما هم حساب میشد بازی‌های داماش و برنامه 90 برنامه سکو خیلی از برنامه‌های دیگه که نشون میدادن حتی شبکه‌های خبر اون موقع شاید از فردا صبح که می‌خواستیم بریم مدرسه از اون می‌زدن و خلاصه ها رو ضبط می‌کردن. من که از آقای حاج اسماعیل حاجی پور بی‌نهایت ممنونم. تو اون مقطع عضو هیئت مدیره فکر کنم رئیس هیئت مدیره باشگاه هم ایشون بودن و تنها کسی که میتونم به جرئت بگم به من کمک کردن که من بتونم این فعالیت فوتبالی ما تو کشور یونان بگذرونم محبتای ایشون بودش. من از روند مصاحبه‌های وارش اسپورت که واقعا با پیشکسوتان مصاحبه میکنن تا بتونن این پیشکسوتان به نسل جوان آشنایی کامل بدن بی‌نهایت ممنونم. یه نکته دیگه هم هست، مچ بودن وارش اسپورت با هواداراست. دو قطبی که همیشه به همراه هم حرکت میکنن و وارش اسپورت کاری که میکنه نشون میده اون حرکات مثبت هوادارا رو. مثالهای خیلی مختلفی هست، مثل خوندن شعارهای مختلف و اون ویدئویی که از مسلم حقشناس واسه مادر مرحومش انجام دادن هواداره داماش وایرال میشه و اونم توی لیگ دسته 2. پلی آف فصل 97-98 لیگ 2 با توجه به تبلیغات و حالا اون همدلی که وجود داشت همه یک حس
صعود داشتن. یه دفعه ما دیدیم استادیوم پر شده، حدود 20,000 نفر آدم بلند شدن آمدن و احساس خیلی خوبی رو داشتم و بچهای وارش اسپورت برای اینکه بتونن عرض کنم خدمتتون هواداران رو همه رو بکشن به ورزشگاه، از سرودهای حماسی من یادم هست استفاده کردن، دعوت کردن، خواهش کردن، به هر شکلی بود مردم رو آوردن و مردم هم آمدن. اما برخلاف انتظار متاسفانه نتونستیم بازی پلی آف صعود کنیم. من فینال سال 87 رو از دست داده بودم به دلیل امتحان حساسی که در ترم پایانی دانشگاهم داشتم. فینال 98 رو هم متاسفانه به دلیل اینکه دیر به فرودگاه رسیدم جا موندم. ما همیشه با ماشین شخصی با مازیار میرفتیم یا حالا با اتوبوس. من فکر میکنم مازیار یه لحظه فکر کرد که داریم میاد ترمینال، فکر میکنم 10 دقیقه رو مونده به پرواز تازه رسید به فرودگاه. البته خب این موضوع فکر میکنم در نهایت به سود پوشش رسانه‌ای بازی فینال جام حذفی برای وارش اسپورت شد و وارش اسپورت تنها پایگاهی بود که اخبار داخل استادیوم رو در اون بازه زمانی 5-6 ساعته پوشش میداد، چون هم اینترنت استادیوم کاملا قطع بود، هم تلفن هم به سختی میشد که ارتباط برقرار بشه. ساعت 11 اورو تماشاگران ما دارن دورونه میان داخل استادیوم. یه جورایی شد ساعت بازی لیگ قهرمانان اروپا دیگه. بعد از اینکه سوت پایان بازی جام حذفی خورد، با اینکه تیم داماش باخت و طبیعیه که خب هر هواداری از باخت تیمش ناراحت باشه، ولی یه احساس غروری هوادار داماش و بنده به شخص داشتم، این که ما تونستیم یک بار دیگه اون هویت طلبی و حق‌خواهی خودمون رو توی سطح کشور به اثبات برسونیم. برای اینکه در طرفدارا و هوادارا از این بهت و حیرت در بیان، حدود 5 ماه من بین رشت و تهران در رفت آمد بیم که در 4.5 ماه شاید بگم که حدود 80% شما تهران هستیم. به علتی روز شایی مذاکره کردیم، گفتیم نتیجه فردا، دوباره فردا با یه گروه دیگه. اولا که بعد از باخت که چه هست بازنده شدن در بازی با نیرو زمینی، تمام مدارک و اسناد و فیلمانی که دوستان زحمت بکشید تهیه بکنید از همه فگیفتم و میام آوردم فدراسیون. جلسه مشترکی برنامه تمام اعضای فدراسیون، آقای تاج زمان که رئیس فدراسیون بود و رئیس دپارتمان به هر حال داوران و همه اشن و فیلم لحظه به لحظه ثانیه به ثانیه اشن رو گفتیم که چه ایرادایی به فیلم وارد بود که این مسئله امکان نره که خطای داور بباید. به هر حال با توجه به که خودشون گفتید امکان این که تیم بتونی ما واگذار بکنیم وجود نره و از شهرستان دیگه برای شهرستان دیگه نه، به قول خودشون در هیئت رئیسه مسبب بکنی که داماش به عنوان تنها تیمی بود که بتونه ایت تیم دسته یک بهینه و باور شهر باشه. اما شاید بیش از 10-12 تا باشگاهایی که تمایل به فروش داشتید مذاکره بکنیم، حتی با شهرداری تبریز تقریبا نزدیک هستیم تو ما کردیم که تیم ببریم شهرداری تبریز ببریم. دستان ملت مخالفت با خروج از استان عمل نتونستیم شهرداری تبریز رو توافق برسیم، به اجبار بشویم با کارون اروند خرمشهر هم مسئله حل بکنیم. توی 10 سال فعالیت وارش اسپورت گاهی وقتا یک خبرها و اتفاقاتی میفته که متاسفانه نمیتونیم برخلاف خواسته قلبی اونا منتشر، از جمله بحثی که برای خرید امتیاز داماش اتفاق افتاد. ما خبردار بودیم ولی به دلیل اینکه مشکلی ایجاد نشه توی روند انتقال امتیاز نتونستیم خبرها رو پوشش بدیم. این برخلاف خواسته قلبی ما بود ولی در نهایت به سود جامعه هواداری داماش و مردم رشت. دلم میخواد هوادارا و مخاطبانمون بدونن که واقعا خیلی سخته که یه خبری رو بدونی و نتونی اینو پوشش بدی. یه چیزی که منو متحیر کرده از این وارش اسپورت اینه که اینا چه عشقی تو دلشون هست، اینا به دنبال چی هستن. من 5 سال الان دارم کار میکنم با اینها
نه حقوق گرفتن از ما، نه پول میگیرن، کاری دارن، فقط دارن به ما کمک میکنن. میخوام ببینم این چه عشقی هست. چون من از روزهای اول با بچه‌ها بودم و در جریان کاراشون هستم، میدونم که از جای ساپورت مالی نمیشن و همیشه خودشون گلیمشون از آب بیرون کشیدن و مسائل مالیشون رو حل کردن. حالا من و چند تا از دوستان دیگه حالا در کنارشون سعی کردیم که بعضی از مشکلاتشون رو حل کنیم تا جایی که دستمون میرسه. ما سعی کردیم در تمام این سالها حتی در فراموشخانه لیگ 2 فعالیتامون رو در تمام حوزه‌ها به همون شکل حداقل نگه داریم، اگرم گسترش ندیم.